خب میگویند استاد در مذهب ابو حنیفه پوشیدن لباس های سرخ و زرد جایز نیست، آیا این درست است؟ یعنی کدام برادری سوال کردند که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پوشیدن لباس سرخ و پوشیدن لباس زرد مقصد درست نیست، آیا مقصد همین حقیقت دارد یا ندارد؟ برادران عزیز، من چندین حدیث های پیامبر و چندین مقصد کتاب های فقهی که نزدم هستن نگاه کردم. اولا حدیث متفق علیه هست، حدیث هم امام بخاری و هم مسلم است، با روایت حضرت برا ابن عازب روایت میکند. حدیث را رأیت نبی صلی الله علیه و سلم فی حلة حمراء. البته حضرت برا ابن عازب میگوید پیامبر گرامی را من در لباس سرخ دیدم، یعنی حضرت هم لباس سرخ پوشیدند. وقتی در حدیث ها زیاد آمده است که زمانی که حضرت لباس سرخ می پوشید خودش کم خوشرو بود، خودش کم زیبا بود که با لباس سرخ او را مقصد زیباتر میکرد، او را با چقدر مقصد حسن پیامبر گرامی را زیاد میکرد. در نزد حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، یعنی در مذهب امام شافعی پوشیدن لباس سرخ یگان کراهیت برادران عزیز ندارد، از آن جمله لباس زرد هم. جمهور علما پوشیدن لباس سرخ یا لباس زرد برادران و خواهران عزیز اکو اصلا برای زنها که پوشیدن همه گونه رنگش اجازت های، گپ در سر مردها می رود که برای مردها جمهور علما بر اینند که کراهیت ندارد، یعنی مقصد درست پوشیدنش. درباره لباس سرخ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی در فتح الباریش برادران عزیز شرح صحیح بخاری 7-8 قول میارد، یعنی در گرد این از بس که حدیث هایی که حضرت پوشیدن با حدیث هایی که از پوشیدنش نهی کردن و متخصص های حدیث که همه را جمع آوری کردن، بعد به خلاصه آمدن که چیزهایی را که من در بالا برای شما گفتم، یعنی 7-8 قول آوردن. قسمت کراهیت دارد میگد، قسمتش میگه کراهیت ندارد، خیلی که حضرت امام شافعی گفتن، خیلی که جمهور علما گفتن. و حافظ ابن حجر هم آورده است که اگر برای شهوت باشد یا برای زینت باشد اینجا در مقصد کراهیت پیدا میکنند. در امام نسائی در سنن خودش از ابن عباس حدیثی را که اسنادش صحیح میگن، از ابن عباس میارد که پیامبر گرامی گفتن نهیتو عن الثوب الاحمر و خاتم الذهب و ان اقرا و انا راکع، یعنی حضرت میگه من کردم شما را از پوشیدن لباس سرخ، از انگشتری طلایی و خواندن مقصد آیت قرآن در حالت رکوع یا در حالت سجده. یعنی ببینید در اینجا باز حدیث آمد که بالا دیدن که حضرت پوشیده بود، اینجا آمد که باز مقصد حضرت نهی کردن. برای این است که بسیاری مسئله را ما برای شما میگیم که یعنی این کار ما نیست، یعنی در بالای این حدیث ها دانشمندهامان، علمامان، برادران عزیز زحمت کشیدن، مهنت کردن و برای ما و شما درست و نادرست شد از در این حدیث ها
جمع آوری کردند. در سنن ابو داود از هلال ابن عامر ان ابیه میگه از پدرش دیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه میخواندند در مینا، در مینا، در گویم که مدینه منوره در شتر سوار بودند و زمانی که خطبه را میخواندند در تنشون میگد جامعه سرخ بود، یعنی به مثال همین جامعه سرخ در تنشون بودند. وهبه زهیلی برادران عزیز که کتابش پشت من هست، فقه الاسلام و ادلته، وهبه زهیلی که مذهبش حنفی هست و در کتابش ای 4 مذهب صحبت میکنه، میگد که لباسی که معصفر، مزعفر، احمر، اصفر، یعنی لباس هایی که زردن، یعنی معصفرش به معنای برتقالی میگیم، یعنی رنگی خیلی که میوه اپلسین هست، ببینید رنگی وای، یا زعفران، اگر زعفران دیده باشین رنگ زردی که دارد، سرخ، و اینها برای زنها میگه جایزه، ولی در نزد حضرت امام ابو حنیفه میگه مکروه تنزیهی هست. ما دو خیل مکروه داریم، مکروه تحریمی داریم و مکروه تنزیهی داریم. یعنی مکروه تنزیهیش میلی به سوی درستی و حلالی داره، برای همین یعنی بگیم که پوشیدنشون نزد مذهب خود مونده. وهبه زهیلی بگیم مکروه تنزیهیش میگن، یعنی در عموم بگیم جایز است، درست است پوشیدن این گونه لباس ها. همچنان از قول امام نووی هم آورده است، این هم بگیم شارح صحیح مسلم است، این ریاض الصالحین که کتاب معروف و مشهورش است، خیلی عالم برجسته است. این کس میگد که همه نوع رنگ پوشیدن درست است، ولی سفید پوشین از همه بهتر و بالاتر است. یعنی آنچه را که من برای شما الحال از حدیث ها و از کتاب ها نام گرفتم، انشاءالله خلاصش همینه که مذهب خود مانده مکروه تنزیهیش گفته است، یعنی مقصد میلی به درستی و به حلالی و بگیم به جایزیش نزدیکه. برای همین کسی را ما در پوشیدن این مقصد گناهگار گفتن نمیتونیم.